السلام علیکم همدیاران عزیز. خبری که به ما رسید طبق اطلاعات ها، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان اولین مورد گرفتاری به ویروس کرونا در تاجیکستان را تصدیق کرد. بنابر گزارش های وسیله به سپوتنیک تاجیکستان، این اعتراف در جلسه اضطراری ستاد جمهوریوی جلوگیری از ویروس کرونا پاندمیا که امروز تحت رهبری قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان و هم رئیس این ستاد ذکر شده است. در کشور 15 حالت گرفتاری به این ویروس کرونا، 10 مورد در خوجند و 5 مورد دیگر در شهر دوشنبه ثبت شده است، گفت منبع سپوتنیک. بنا به اطلاع او، در این جلسه به وضع کنونی کشور بهای مثبت داده به این نتیجه رسیدند که با وجود ویروس کرونا در تاجیکستان اعتراف و طریق تلویزیون تاجیکستان اعلام کرده شود. برادران عزیز، از این به تهلکه نیفتید. این در تمام دنیا ثبت گردیده است. این کسل کرونا انشالله گذرانده است. با کانال ما آبونه شوید، با لایک را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.